باز هم BBC گاف جیگری داد. حالا اجازه بدید که در مورد یک موضوعی ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای شیخان، معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور. آقای شیخان سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان شبکه بین‌المللی خبر. آقای شیخان، شبکه BBC مدعی شده که آقای رئیس جمهور در پاسخ به سوال این شبکه جمله‌ای غیر متعارف رو گفته. نظر شما چیه؟ خب این خبر رو ما کذب محض می‌دونیم و این مسئله رو از اساس تکذیب می‌کنیم. این گونه اقدامات غیر حرفه‌ای و ضد اخلاقی رو ادامه کینه‌توزی و خبرسازی‌های دروغین استعمارفیر علیه دولت و ملت بزرگ ایران ما می‌دونیم. اینان به زعم خودشون در تلاشن تا مواضع ضد استکباری دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور ملت ایران رو تحت شعاع خبرسازی‌ها و ادعاهای کذب خودشون قرار بدن که من فکر میکنم که در واقع دست اونها برای همه مخاطبین جهانی که مسیر عدالت رو طی میکنن رو شده. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای شیخان. ما یه گزارشی هم داریم که حالا من پلی میکنم که دوستان ببینن. شبکه سلطنتی BBC که قبلا از گاف‌های متعددش که معروف‌ترینش پخش خبر ممنوع تصویر شدن الاغ جیگر بود گفتیم، این بار هم یه جورایی گاف جیگری داده. این بار هم چهارمین گاف جیگریشو داد. شبکه BBC فارسی دیشب خبری رو با آب و تاب فراوون پخش کرده در خصوص گفتگوی یکی از خبرنگاران این شبکه با رئیس جمهور کشورمون. این خبر از صبح امروز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دهن به دهن شده و دستاندرکاران BBC جیگر هم حسابی دارن روی اون تبلیغات میکنن. این سعی کردم ازش بپرسم که چند نفر آمدن، این افراد اینجا چه میکنن و هزینه‌اش چه هست. قضیه از این قرار بوده که BBC مدعی شده که رئیس جمهور کشورمون که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر میبره، هنگام رد شدن از یکی از گیت‌های امنیتی در پاسخ به سوال خبرنگار BBC فارسی جمله خاص یا به قول BBC‌های جیگر جمله زشتی رو به زبون آورده. خبرنگار BBC که با بی‌ادبی و با صدای بلند آقای احمدی نژاد رو خطاب قرار داده بود، با گفتن جملاتی دو پهلو سعی کرد که اذهان رو علیه رئیس جمهور ایران تهییج کنه. آقای احمدی نژاد مجلس ایران پرسیدن گفتن این همه آدم اینجا چیکار میکنن؟ آقای دکتر آقای احمدی نژاد نمیخواد بگید خرج سفرتون چقدر شده؟ آقای احمدی نژاد به خبرنگار ساعتی پس از انتشار این فیلم دیگری از دوربینی نزدیکتر منتشر شد که در اون آقای احمدی نژاد در پاسخ به این سوال خبرنگار میگه در این تصویر کاملا مشخصه که آقای احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار میگه جداً اوه. دستاندرکاران BBC جیگر تصور میکنن که فقط دوربین اونا روشنه و فقط هم اونا میتونن یه خبر رو پخش کنن، اما لازمه که به حضرات بگیم که دوران تحمیق مخاطب به سر اومده و الان عصر اینترنت و دروغشون زود رو میشه. پس بهتر تلاش نکنن تا بیشتر از این با دروغ پردازی و جنجال آفرینی شعور مخاطبان رو زیر سوال ببرن. به هر حال ما که فکر میکنیم این شبکه به اصطلاح حرفه‌ای با این دروغ‌های ناشیانش یا اومده چوب حراج به تتمه اعتبار نداشتش بزنه، یا میخواد این روزا که بازار فوتبال و توپ گردداغه به قول جماعت فوتبالی مدام بزنه تو اوت یا بزنه توی تابلوهای تبلیغاتی دور زمین. گفتم غم تو دارم، آفرین. گفتا غمت سراید. گفتی یا نگفتی؟ گفتی یا نگفتی؟ گفتی یا نگفتی؟